برای ساخت این ویدیو ما از نرم افزار فوکوس استفاده کردیم. بعد از اینکه نرم افزار رو باز کردی، اول باید تیک گزینه اینپوتی میشه ادوانسد رو فعال کنی. حالا به تب این پینت و اوت پینت برید. در ادامه کار ما نیاز به اولین فریم از ویدیو داریم. در قسمت بعدی بهتون نشون میدم چطور میتونید اولین فریم ویدیو رو ذخیره کنید تا در نرم افزار فوکوس استفاده کنید. روی ویدیو مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه اوپن ویت فوتو رو بزنید. حالا دوباره روی تصویر کلیک راست کنید و این بار گزینه ادیت رو انتخاب کنید. سپس روی گزینه سیو فوتو کلیک کنید. حالا باید به اولین فریم ویدیو برگردید. گزینه سیو فوتو رو بزنید و این بار آدرس محل ذخیره سازی عکس رو انتخاب کنید و ذخیره کنید. همونطور که می‌بینید عکس ذخیره شده. به فوکوس برگردید و عکس رو وارد کنید. خب حالا ما باید جایی رو که می‌خوایم چیزی اضافه بشه یه ماسک ایجاد کنیم. از اینجا میشه اندازه قلم رو انتخاب کرد و شروع به کار کنید. نیاز نیست که یه ماسک دقیق باشه. فقط شبیه به چیزی باشه که می‌خواید ایجاد کنید کافیه. در قسمت متد گزینه رد آبجکت رو انتخاب کنید و نیاز دارید که یه پرامتر خوب براش بنویسی. بعد از تموم شدن کار روی جنریت کلیک می‌کنیم تا شروع به کار کنه. خب ما اینجا مشخص کردیم که هر بار 2 تا تصویر تولید بشه و اگه نتیجه خوب نبود دوباره تکرار کنید تا یه چیز خوب در بیاد. حالا بعد از به دست آوردن یه نتیجه خوب برمیگردیم به قسمت قبل و عکس تولید شده رو دوباره اینجا باز می‌کنیم. برای اضافه کردن چیز جدید این کارو اینقدر ادامه میدین تا کامل بشه. یه نکته مهم رو یادتون باشه توی این آموزش هدف من یاد دادن خود برنامه فوکوس نیست. تمرکز این ویدیو روی استفاده از این برنامه و تولید این چنین ویدیوهاست. اگه با فوکوس آشنا نیستید پیشنهاد میکنم اول آموزش نصب و راه اندازی اون رو ببینید. آموزش‌های خیلی زیادی در این زمینه توی یوتیوب وجود داره. و در آخر هم شما باید هر چی که تولید کردید رو با ویدیو اصلی توی پریمیر ادیت کنید.